الان فقط جلسه داشتیم با آقای نکونا. نه خب جلسه نبود. خب مصاحبه نه من مومن هوادار چیکار می‌کنید؟ ما هم هواداریم خداییش. تیم خوب بسته میشه ان آقا آقای سمی با بازیکنایی که الان دارید مذاکره می‌کنید چند درصد توافق شکل گرفته؟ من گفتم به خاطر هوادار آقا جان عزیز من با آقای نکونام صحبت کردیم، یک سری بازیکن‌های جدید اضافه میشن ان شاءالله، بازیکن با کیفیتی هستن. بله توشون خارجی هم هست. توکل به خدا، خیالتون راحت باشه، تیم خود اصل قرار کی جمع میشه این تیم که با تیم برن بیان؟ به خدا اون آقای کی بود مدیرش، آقای درویش میاد صحبت میکنه میگه آقا اینه شما فقط بگو آقا مثلا میبندیم، یا مثلا فوروارد هافبک باز مثلا کاپیتانمون. ما انشالله در فاز هجومی حداقل 2 تا بازیکن میگیریم، ان یه بازیکن هافک هم میگیریم. قربونتون هستن خدا خیرت بده. خیلی مرسی. ممنون.